درود بر شما، درود بر شما. به کانال کورتس دویچ خوش اومدید. هدف ما کمک کردن به دوستانیه که آزمون تستاف دیجیتال دارن. ما نکات این آزمون رو به بهترین نحو ممکن برای دستیابی به بهترین نمره به شما میگیم. این نکات چکیده کتاب میت ارفولک و ترکیب با هوش مصنوعی هست. بخش اولی راتگبن هست. ساختار این بخش اینجوریه که باید یک توصیه شخصی به دوست خودمون بدیم. روند کار چجوریه؟ ابتدا توضیح کار توسط خواننده، حالا یا دستگاه یا کامپیوتر خونده میشه. 30 ثانیه فرصت فکر کردن داریم و 45 ثانیه فرصت داریم که توصیه‌مون رو بیان بکنیم. تو این قسمت سعی کنین ریلکس باشین. حتی اگه موضوع رو نفهمیدین سکوت نکنین و سعی کنین صحبت بکنین. خب بریم سراغ نکات کتاب میت ارفولک؟ بزن بریم. کتاب در واقع یه سری نکاتی رو گفته که ما اینجا با هم مرورشون میکنیم. میگه که طرف صحبت ما یکی از هم دانشگاهیامونه. یک موقعیت فکری رو توصیف میکنه و از شما درخواست راهنمایی میکنه. سیستمش هم اینجوریه. فلان کلاس زبان مثلا فرانسوی شرکت بکنم یا نکنم. معمولاً زندگی روزمره و دانشگاهیه. نکته بعد اینه که با یک نفر صحبت میکنیم. شما و ضمناً رابطتون صمیمیه، یعنی به صورت غیر رسمی باید صحبت بکنید. خب روش انجام کار چجوریه؟ سوال خونده میشه و شما همزمان میتونید متن سوال رو دنبال بکنید. صورت سوال شامل توضیح موقعیت و دستورالعمل کار می باشد. دقیقاً اون شرایط رو توصیف میکنه. صورت سوال و توضیح موقعیت شما را از شرایط خاصی آگاه میکنه و نوع عمل گفتاری مورد نیاز رو به ما اعلام میکنه. یه چیز مهندسی شده ای هست در واقع. دقت کنید. شرح میکنم موقعیت رو و متوجه میشید که موضوع چیه و اطلاعات کلیدی رو میگیرین ازش. در این لحظه شما باید فکر بکنید که در این موقعیت چه پیشنهادی باید به دوست خودتون بدین. تو این لحظه باید از ایده هایی که فکر میکنین چند تا ایده رو جمع‌آوری بکنین. اگر واقعاً میخواین یادداشت بکنید، صرفاً چند تا کلمه کلیدی میتونین یادداشت بکنید. البته نگران نباشین، ما براتون تمپلیت آماده کردیم. در این ویدیو یکیشو ارائه میدیم و سعی میکنیم در ویدیوهای بعدی کامل و جامع باز هم با موضوعات و مثالهای مختلف و شرایط امتحانی براتون بگیم. اینجا یک مثال برای شما گذاشتیم که صرفاً با جایگذاری موضوع و 2 تا فورتایل و 1 دونه ناختایل جمله عملاً بهترین حالت ممکن رو میتونیم صحبت بکنیم. فقط کافیه اسم شخص رو جایگذاری بکنیم. دقت کنید، اسم شخص رو خودش بهمون میده. به این مثال توجه کنید. Liebe Lena, das ist doch keine schwierige Entscheidung. An deiner Stelle würde ich definitiv den Kauf eines Elektroautos empfehlen. Wenn du dich für ein Elektroauto entscheidest, gewinnst du sowohl Unabhängigkeit von steigenden Benzinpreisen als auch einen Beitrag zum Umweltschutz. Allerdings kann die begrenzte Reichweite und die Ladeinfrastruktur manchmal problematisch sein. Aus diesen Gründen würde ich dir sagen, du solltest dir auf keinen Fall diese Chance entgehen lassen. Ich bin der Meinung, dass das die beste Lösung für dich ist. خیلی خوب دوستان، دقت کنید به این نکات مهم. موقع شروع بخش صحبت کردن در سنتر آزمون یک همهمه و سر و صدای زیاد به وجود میاد و تمرکز افراد رو به هم میریزه. راه حلش چیه؟ موقع تمرین بلند روبروی آینه صحبت بکنید. صداتون رو ضبط بکنید، خودتون رو در آن شرایط تجسم کنید. در مورد تایمر چه نکته مهمی وجود داره؟ به نکته خوبی اشاره کردی. وقتی به آخرای تایمر نزدیک میشیم، یک دفعه قرمز میشه و صراحتاً پرای آزمون دهنده میریزه. حتما این نکته رو در نظر بگیرید و خودتون رو مجسم کنید تو اون موقع.
ضمناً برای اینکه سرعت صحبت کردن افراد متفاوته، بهترین حالت اینه که شمرده و مرتب صحبت بکنین. از گرامرهای سطح مناسب باید استفاده بکنیم، مفهوم رو باید برسونیم و در نهایت بخونین. نگران نباشین، ما موضوعات مختلف رو بررسی خواهیم کرد در این کانال. موفق باشید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.